2 تا شبکه بیشتر نبود، اما همه برنامه‌هاش مهم بودن برامون. داشتن قدیمی‌ترا یادشونه که اگر قوری چینیشون یا کاسه بشقاب گل ترخیشون میشکست اونو دور نمینداختنش، که اونو بند بزنه و با سیم به هم بدوزدش. چسب دوقلو و فوری و 1000 جور چسب جور با جور دیگه نبود اون موقع ها. کار ساده هم نبود بند زدن یک قوری شکسته چینی. اما حتی قوری چینی روی سماور مهم بود داشت و هر جور بود سعی میکردیم که نگهش داریم و دورش نندازیم. نمیگم الانم باید مثل قدیما باشه و لباسای وصله دار بپوشیم. نمیگم الانم باید لباس کنهای بزرگترا رو قد کوچکترای خونه بکنیم. نمیگم هیچ چی رو نباید دور بریزیم. فقط میگم حرمت نگه داریم. حرمت چیزایی که داریم نگه داریم و برامون مهم باشه. اون اهمیت نداشته باشه که یک چیز کوچیک مثل یک لیوان از دستمون بیفته و بشکنه. کم کم عادت میکنیم که برامون اهمیت نداشته باشه که قلب آدم ها رو هم بشکنه. حرمت نذاشتن به چیزای کوچیک باعث میشه عادت کنیم که به چیزای بزرگتر هم حرمت نذاریم.